آذربایجان مارالی، دستگاه شور. سی بمول، می بمول و لاکرون داریم در این درس. 6 هشتم هست با سکوت و آفتکت شروع میشه. سکوت دو 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 سی سی دور دو، چون دو رو به ره اشاره میدیم. دور دو سول دو 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 سی سی دور دو، باز با سکوت سکوت سی دو ره دو س، اشاره به سی ره دو دو. اینجا ره رو سریع وصل میکنیم به دو، ریز میدیم به سی و بعد روی دو تک ره دو دو. انگوش دوم میره رو سی، سی دو سی لالا سولا. اینجا سیکستوله هست 6 بر 4. این 6 تا نوت دولاچنگ رو ما کمی سریعتر از حد معمول خودشون جا میدیم در 4 تا دولاچنگ. سی دو سی لالا سولا سکوت، لا انگشت اول لا سی دو لا سی لا، سوم اومد رو سی سی لاس ره دو دو سی دو راست چپ راست چپ راست دوره سکوت سی دو ره دوست ره دوست دو سی دو سی لا لا سولا مثل قبل هست. سکوت لا سی دو سیل، سی اشاره به لا هم داره. سی لا سول، انگشت اول میاد رو سی، میگیم سکوت سی دو ره ره، سی به دو یک یک رد. اینجا تریل میدیم روی ره به می بمول رد و بعد انتهاش اشاره میدیم به دو و بعد رو دو تک ره دو ره دو ره دو سی دو سی. اینجا باید سیکستوله رو می نوشت، یادش رفته بنویسه. این 6 تا دولاچنگ هم در زمان 4 تا دولاچنگ اجرا میشن. تکرار داریم. سکوت سی دو ره 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 دو ره دو ره دو سی دو سی و میره رد رد دوس دوس. اینا اشاره به عقب دارن. میره رد رد دوس، بعد دو تکریز اشاره به سی دو دو سیل، سی به لا اشاره داره. سکوت لا سی دو لا سی دو لا سی لاس، دوم میاد رو ره ره دو دو سکوت سی دو ره سی ره دوس دو دو سیل لا سی دو لا سی لا سول. علامت داسینی رو میبینیم، برمیگردیم به ابتدای قطعه و تکرار میکنیم.